از زمانی آخرین تغییرات رخ داده اتفاقات زیادی به وقوع پیوسته، اما افرادی هستن که هنوز دلیرانه دارن مقاومت میکنن. تنها قدرت خارق‌العاده اونها میتونه از پس این تغییرات بر بیاد. لیو کانگ، فرانسیس کیتانا، ساب زیرو، جکس، سونیا بلید، نایت وولف، کیبا، کریس استرایک. اینان نگهبانان جهانند. هی پسر، مطمئنی واسه رو درست اومدیم؟ اینجا شبیه مخفیگاه سری اژدهای سیاه است. درسته، ولی به نظر اینجا خیلی تاریک نیست. مثل همیشه یه تله دیگه. آخه کار اون همیشه همینه. فکر کنم اینجا منطقه اژدها است. میتونی اطلاعات جدیدی رو که در مورد این مکان به دست آوردی رو بهمون بدی؟ هیچی نمیتونم پیدا کنم. گروه اژدهای سیاه یه نیروی پرقدرت بزرگه که درونش کله گنده ترین خلافکاران حکومت میکنن. When I was in special forces, my old partner was this close to uncovering their underground digs. و همینطور اطلاعاتی راجع به کینو پیدا کنی و بهمون بدی که دقیقاً کجا مخفی شده، چون بوی تله‌هاشو حس میکنم. گروه اژدهای سیاه دارای تجهیزات پیشرفته هستن که واحد دستگاه قابل شناسایی نیستن و میشه گفت یکی منبع قدرت‌هاش این میطلبه و مکانی که داخلش هستی خیلی خطرناکه. سریعتر ازش خارج بشین. دیگه از کجا پیدا شد؟ سونیا، صدمه که ندیدی؟ بچه ها، ما هرچی زودتر به نیرو کمکی نیاز داریم. On our way. سونیا سونیا رو گم کردم. کار اژدهای سیاه. بله نمیدم اون فرد کی بود. چی شد؟ تو کی هستی؟ نمیخواد از من بترسی. من دشمنتون نیستم، فقط تو رو نجاتت دادم. اما تو چون منو نجات دادی؟ نه، نزدیک من نیا. باید بدونم تو کی هستی. Saved my life back there and now I want to know who you are, so cut the hide and seek. همون جای کسی بایستا. تو صورت منو میبینی و نمیترسی؟ بذار خودم معرفی کنم. سونیا بلید. من کمال هستم. منو ببخش، من گیج شدم. اون دیگه چیه؟ صدای باز شدن دروازه است. هی زامبی، فکر کنم پیداشو کردی. سر باشه، وقتی
وقت مبارزه است. الان وقتش نیست. بیا از این طرف. چه شد؟ فکر کنم گمشون کردیم. کارتون خوب بود. حالا برید کنار، چون منبع قدرت ارواح تاریک اینجاست. وقتش رسیده تا دوباره قهرمانان زمین رو شگفت زده بکنن. کیبل کارت عالی بود، اما به نظرم تو هم عضو سابق اژدهای سیاهی. خب راستش بچه‌ها از این طرف صدایی شنیدم. باز هم اژدهای سیاه. نه صبر کن، اونو دوستامن. بچه‌ها سونیا رو پیدا کردیم. اینجام، این طرف. سونیا. ای دختر، چیزی هم دستگیرت شد؟ نه فرصت نداشتم، زیادم آسون نبود. ببینم کسی کنارت بود؟ من صداتو با یکی شنیدم. سونیا حالت خوبه؟ خیلی خوب بچه‌ها، الان دیگه وقتش برگردیم. اما کیبل جون منو نجات داد، باور کنید. خیلی خوب. الان که فهمیدیم کبل هم داخل همون منطقه است، میتونیم اژدها سیاه رو شکست بدیم. راحت میتونیم ماموریت کاملش کنیم. متوجه چیز مشکوکی نشدی؟ No. اما یه لحظه متوجه شدم خود کیبل از اژدهای سیاه میترسه. گردنت طالع بود. استرایکر داره چی میگی؟ اون جون منو نجات داده. باشه دختر، دیگه جوش نیار و چی خودت عصبانی میکنی؟ How did Cabal end up like that anyway? شاید اون واقعا میخواست دوست پیدا کنه. ادی بورنو یا اون کبل. Many years ago, Cabal was a loyal and valuable. تنها شخصی بود که علیه اژدها سیاه و شاکان دست به اقدام حمله زد، اما داخل یکی از حملات شاکان مورد آسیب قرار گرفت و توسط اعضای شاکان دستگیر شد و به طرز شگفت‌انگیزی فرار کرد. Without mercy. Cabal narrowly escaped with his life, but he was left forever scarred and forced to rely on a respirator. هی چی شد دختر؟ این اون مرد واقعا یه قهرمان واقعیه. باشه بیخیال بچه ها. یه پیغام کمک دریافت کردم، اما فکر کنم همون مکان قبلی باشه که رفته بودید برای شناسایی. Before. Exactly. It's as if someone were running some huge machine and drawing a tremendous amount of electrical power to do it. کارت عالی بود. من آماده‌ام با تمامی تله‌ها و نقشه‌های اژدهای سیاه مقابله کنم و هیچ ترسی ندارم. نکنه میخوای خودتو به کشتن بدی؟ نه، منظورم اینه نمیخوام مثل گذشته ترسو باشم. خیلی خوب، ما به منطقه مورد نظر رسیدیم. هر اتفاقی که افتاد بهمون خبر بده نایت وولف. ما اینجا رو میگردیم، شاید یه چیز پیدا کردیم. آره، ببین بچه چی پیدا کردم. خودشه. یکی از علامت‌های اژدهای سیاه است. درست شبیه اون زمانی که کینو رو دنبال می‌کردم. چیزی پیدا کردی؟ میدونم، اما الان پیام دادم چون اطلاعات نیروی قدرتمندی رو حس کردم که به سمتتون میاد. پناه بگیرید. آخه این پورتال چطوری از زیر زمین اومد؟ چقدرم بزرگه؟
هیدیوشی. اون دوست تو؟ بله، اون هیدیوشیه. یکی از مرگبارترین افراد شاهخوان هستش. کیتانا نه. کیبل باورم نمیشه تا زنده ای. مخفیگاه سریشون رو میتونی پیدا کنی؟ 6 دقیقه مهلت بده. راجع به خودت بیشتر بگو. من تنها چیزی که میخوام اینه که مخفیگاه داسیا رو از بین ببرم. زیادم خودتو ناراحت نکن. بهم بگو چطور شد که صورتت اینجوری شد. تمام این بلایی که سرم اومده فقط کاراشو کن و شاوکان قاتلین خودش رو فرستاد که منو بکشن و من به سختی تونستم که از اون مخمسه خودم نجات بدم و بعد گروه داسیا رو دیدم که کارهای شیطانی انجام میدادم. منو میبخشی که باعث ناراحتیت شدم. من مشکلی ندارم و من از این خوشحالم که تو دوستایی رو داری که ازت مراقبت میکنن و من نمیخوام که شما رو از دست بدم. باشه، حالا باید یه راهی پیدا کنی تا انتقامتو بگیری. در مورد مبارزات زیرزمینی اژدهای سیاه بیشتر میتونی توضیح بدی؟ در واقع مسابقات زیرزمینی اینطوری بود که نه دوستی داشتی نه حق انتخابی، فقط باید زنده میموندی. باید همدیگه رو میکشتیم تا یکمون برنده بشه و تنها چیزی که اونجا مهم بود مبارزه تا سر حد مرگ. اما من دوستان زیادی داشتم که چند تاشون رو داخل عملیات از دست دادم و بعضیشون هم به خاطر اشتباهات دیوانه وارم از دست دادم. من باید مجازات بشم. Like she was different. It hurt her a lot. And it drove me crazy. Why couldn't they see past that chair? ممنون، اما من اینطور فکر نمی کنم. You'll change your mind. ما فرصت حرف زدن نداریم. میتونی توضیح بدی چه اتفاقی افتاده؟ یه انفجار مهیب زیر مکانی که بودیم اتفاق افتاد و بعد یه دروازه عجیب جلومون ظاهر شد و باعث شد هممون شوکه بشیم. اما به طور معجزه آسایی زنده موندیم. در مورد اتفاقات اخیر اینطور که پیداست اون دروازه توسط یه نیروی آهنربایی ساخته شده بود. حق با توه. متشکرم. بچه ها استراحت کافیه. باید جای خواب اژدهای سیاه رو پیدا کنیم. Toy to open another portal. We've got to infiltrate their base and make sure they don't. کیبل میتونی یه راه میانبر برامون پیدا کنی؟ بله، دو تا راه در واقع هست که یکیش منطقه‌ای هستش که پر از نگهبان‌های قوی هستش و دیگری خودم باید ترتیبشو بدم. لطفاً صورت خود را برای اسکن شبکیه چشم آماده کنید. اسکن با موفقیت انجام شد.
سلام عزیزم. تو خوب راحت آزاد میگردی. من باید این پیام رو به ارباب شاوکان برسونم و تو کبل از این به بعد عضو اژدهای سیاه نیستی. اما اگه به شاوکان توضیح بدی چرا دست به این کار زدی، من میتونم عذرخواهی تو قبول کنم. Betraying your mates was an even bigger mistake. اما نه، ترجیح میدم با مبارزه حلش کنم. عزیزان، با دوست من هیدیوشی آشنا بشید. از دوستان جهان بیرون منه. بای بای عزیزم. وقتی مبارزه است. سریع اون لعنتی رو بکش. سلام عزیزم، از دیدار دوبارمون خوشحالم. یا نزدیکتر. زود باش. مگه خوابشو ببینی کینو. Baby. منو میبخشی که اما تو مثل قهرمان مبارزه کردی. Till we tracked you here. این خانم مثل توفان بود. خیلی خوب. منم باید از دوباره با ما کار بندازم. ببخشید دوستان که تلاش دوباره شما برای دستگیری من به جایی نرسید. Here's a little going away present for you. که ازت ممنونیم، اما اگه بخوای میتونی کنار ما بمونی. خیلی دلم میخواد اما نمیتونم زیادی بمونم. اما میتونی بازم بیشتر درباره خودت توضیح بدی؟ At least you could stay here for a while. داری جدی میگی سونیا؟ پس آخرین حرفاتونم بزنید. من خیلی خوشحالم که یه نفر بود که احساسات منو درک کرد. البته من از اینم ممنونم که منو به خونه خودتون راه دادین. من خیلی دلم میخواد که پیش شما بمونم، ولی من از دوباره باید برم و گروه اژدهای سیاه رو از بین ببرم، چون که شاکان اونا نداره میکنه و من دیگه باید برم.